سلام ارادت در خدمت شما هستم با بخش طراحی تیریدی فریم. خب دوستان عزیز، قبل از هر چیزی باید خدمتون نرم افزار مورد نظر رو معرفی کنم. برنامه ما هست راینو کراس. خب دوستان، این برنامه برای مصارف مختلفی طراحی شده: طراحی ماشین، قطعات، ساختمون. یه دنیای بسیار بسیار بزرگی داره و ما سعی میکنیم که ابزارهایی که شما بیشتر نیاز داریم برای طراحی فریم رو خدمتتون معرفی بکنیم و کلا این کار نیازمند تمرین بسیار بسیار بالا و خلاقیت و سلیقه است. خب این قسمتی که در سمت چپ میبینید داره ابزارهای مختلفیه. مثلا این ابزار برای کشیدن شکل‌های خمیده است. خب دیگه میتونیم این فلش رو بزنیم. ببینید اینا تمام این ابزار برای کشیدن خطهای خمیده است، حالا به شکل‌های مختلف. نگاه کنید به این شکل. این از این یکی از قسمتایی که ما بهش نیاز داریم. این هم که خط صافه، معمولا ما به این نیاز پیدا میکنیم، به چیز دیگه نیاز نداریم. عرضم به حضور شما. خب این پوسته ها هستن که تقریبا فقط با همین چند تا اولی کار داریم. حالا میرسیم به قسمتش و خدمتتون نشون میدم. این قسمت هم با این ابزار کار داریم که حالا خدمتتون اونم نشون خواهم داد و اینجا هم نیاز داریم به این دوتا ابزار حجم دهنده. خب اینا رو بهتون خدمتتون به موقعش میگم. ببینید وقتی ما یه خط و شکل و نقطه و کنار هم میذاریم میتونیم به هم دیگه چسبشون بزنیم، حالا جوین بشن، چسب زده بشن، یک دست بشن، یا بترکونیمشون از هم کاملا جدا بشن، اون اجزایی که ما باهاش یک شکل رو درست کردیم. یه چیزی هم داریم به نام گروپ و آن گروپ. اینم تقریبا همین اینه. این میشه گفت دقیقا اون شکل ما یک پارچه میشه. این اجزا رو کنار هم دیگه نگه میداره. یه حالتی داره که مثلا اجزا لبهاشون آهن ربا دارن، کنار هم میمونن. اگه بخوایم حالا یک ذهنیتی ازش درست بکنیم تقریبا یکی هن. خب عرضم به حضور شما که و کنترل نقطه ها که اونم خدمتتون میگم کجا به دردمون میخوره. دوستان ما با همدیگه میریم یک فریم مثالی رو طراحی بکنیم و من در انتها خیلی ابزارهای مختلف دیگه هم خدمتتون میگم، مثل این قسمت پایین، و بعد از اون هم کلی از عینک هایی که خودم طراحی کردم رو خدمتتون نشون میدم و همچنین دسته ها. خب ببینید دوستان، این نقطه، این تیک اگر فعال باشه اند، این یعنی اینکه ما موقع کار کردن میتونیم انتهای یک خط رو بگیریم، فعال انتهاش. نیر یعنی اون ارزم به حضور شما که نزدیک هر خطی رو میشه گرفت. خب اینم که نقطه است، این به سنتر هم که مرکز میشه و این هم ارزم به حضور شما که مثلا دو تا خط عمود بر هم، یه خط صاف یه خط دیگه هم عمود بر اون شده. مثل مثالی که براتون بزنم ببینید تا خوب متوجه بشین. ببینید این هم نگاه کنید، الان نوشت، ابزار خودش می نویسه. الان اینو ما متوجه شدین چجوری شد؟ من الان میتونم مثلا وسط این خط رو بگیرم. نگاه کنید اینجا نیر میزنه، اینجا شد، نگاه کنید نیر، ببینید وسط. خب حالا جلوتر متوجه میشین. عرضم به حضور شما که پروژکت وقتی فعال میشه
اون چیزی که ما داریم میبینیم یک صفحه در نظر گرفته میشه، نه یک محیط پرسپکتیو یا 3D. ببینید دوستان، پنجره هایی که ما داریم، بذارید من اینجوری بهتون نشون بدم متوجه بشین. خب عرضم به حضور شما که ما 4 تا پنجره داریم. تاپ یعنی بالا، فرانت یعنی جلو، رایت هم که راست میشه، پرسپکتیو هم محیط 3D ما میشه. اگر روی اینا دوبار کلیک بکنین کاملا میریم تو اون قسمت، تو اون فضا. خب ما دوباره بر میگردیم. عرضم به حضور شما من اینو ریمووش بکنم تا به شما بگم به چه شکلی. خب دوستان ببینید، برای شروع طراحی عینک بهتره که برین توی فرانت که مثلا ما عینک رو از جلو طراحی بکنیم. نکته بعدی عرضم به حضور شما اینکه شما میتونید سلیقه‌ای این کارو بکنین. مثلا نگاه کنید، بیاین مثلا میگم یه همچین شکلی رو بکشین. خب دوباره مثلا یه همچین چیزی. من حالا خیلی تند این کارو دارم انجام میدم، این نیازمند سلیقه است. ببین مثلا اینم پل دماغمونه. ببین میشه یه همچین کاری کرد. خب چیزای خیلی قشنگ هم میشه در آورد، ولی کار راحت تر از اون و منظم ترش اینه. شما عکس یک عینک رو انتخاب میکنین و اونو میارین زیر دستون و روی اون میکشین. حالا اگرم دوست داشتین میتونین توی اون تغییراتی بدین. برای این کار ما میایم روی این قسمت کلیک میکنیم. خب من از قبل این عکس آماده کردم، اینو میکشیم. خب من این ابزار رو برای کشیدن خطامون انتخاب میکنم، ولی شما میتونید از این استفاده بکنید. به نظر من این ابزار بهتریه. به طریق مختلف میشه از روی شکلمون کشید. مهم نیست، شما حالا تمرین بکنید ببینید کدومو دوست دارین، با کدوم راحت ترین. من با این راحت ترم. خب دوستان نگاه کنید، ما توانایی میرور کردن داریم. یعنی شما نصف یه عینک رو داشته باشی بقیه‌اش میشه روش کپی زد. خب برای همین من همشو نمیکشم. ما حالا تون این کار رو انجام میدیم که شما هم خسته نشین. ببینید من الان بیرون عینک رو میکشم. خب من حالا میام از این قسمت، بعد این وسط میبرمش. حالا میبینید چیکار میکنم. ببینید من تون برم چون میدونم خسته میشین. حالا سر فرصت وقتی نرم افزار رو نصب کردید، تا اگه علاقه داشتین به این کار، خدمتون بگم که در یک بازه 1 ماهه میتونین حرفه‌ای بشین. خب ببین دوستان، من بیرونش رو کشیدم. فرض میگیریم اینم داخلش هم تون بکشیم. با دقت اگر بریم خیلی شکل قشنگ میشه در آورد. حالا من کاری که قبلا سرش وقت گذاشتم و با حوصله انجام دادم و نشونتون میدم. خب دوستان ما اینو میگیریمش میاریمش یه جایی که راحت تریم، دیدمون خوب بشه. خب ببینید یه همچین شکلی شد. خب حالا نکنید ببینید دوستان، میشد حتی این کارم کرد. این از اون زیر دست استفاده نکنیم، داخل مثلا بخش داخلی بیم به این شکل. ببین نیر رو یهو گرفت. این چون تیک اینجا نیر روشنه، اگر خاموش بشه این کارو نمیکنه. ببینید نگاه کنید اینا همه قابل تنظیمه، بستگی به سلیقه و هنر شما داره. خب ببین خیلی بهتر شد. یه خورده وقت بیشتر گذاشتیم چقدر تمیز شد. همه اینا رو میشه درست کرد ها. خب حالا من در انتها بهتون نشون میدم که این کارو من به چه شکلی در آوردم. خب دوستان نگاه کنید، اینجا من دقیقاً گفتم میشه میرورش کرد. منظور چیه؟ ببینید
از اینجا تقریبا وسط کارمون در نظر میگیریم. این ابزار، این دوتا ابزار کار قطع کردن و جدا کردن انجام میدن. حالا بازم اینو میبینید به چه صورته. ببینید این تریم کردنه، ما میام روی خطمون کلیک میکنیم، بعد یه راست کلیک اینو میگیریم، اینو حذف کرد، تموم شد، این رفت. خود اینم دیگه باش کاری نداریم، اینم پاکش میکنیم، اینم باش خداحافظی میکنیم. خب یه خط ببینید اند اومد، این انده به خاطر اینه که این فعاله. خب می پایان این خط اند به اند وصل میشه، این الان شد یه نیمه عینک. خب عرضم به حضور شما که من الان میام اینا رو گروپشون میکنم و عرضم به حضور شما که بذارید من تو پرسپکتیوتون نشون بدم. خب دوستان نگاه کنید، این الان محیط پرسپکتیوه ماست. خب دوستان این فلشه که میبینین میشه خاموشش کرد. بذارید من بیارمش بالا قشنگ شما ببینید من چیکار کردم. خب ببینید این الان شکلی که ما کشیدیم در محیط 3D. خب بذارین تا من خدمتون بگم. ببینید این قسمت، این دکمه اینجا رو شما بزنید فلش ها دیگه نمیان. الان من دوباره فعالش میکنم، دوباره فلش ها اومدن. خب اینم از این قسمت. دوباره ببینید در دید تاپ اینه، این عینک ما یه خط دیده میشه. فرانت هم که کار شروعمون رو از اونجا شروع کردیم و این هم رایت هم نگاه کنید دوباره یه خط، چون هنوز هیچ حجمی رو بهش ندادیم. خب برمیگردیم تو فرانت که کارمون رو ادامه بدیم. دوستان نگاه کنید، من الان میخوام یه میرور ازش بگیرم. میام اینجا می‌نویسم چی کنید، اینجا می‌نویسم میرور که خودش اصلا آورد. خب یه کلیک اینجا میکنید، شیفت رو میگیرید که صاف در بیاد. اینجا که دکمه رو نگه میدارید، کلیک چپ رو نگه میدارید. ببین الان خودش چسبید به اینجا. خب اینم از این قسمت. حالا من دارم به این فکر میکنم که چجوری خدمتون توضیح بدم که راحت تر متوجه بشید. ببینید ترتیبو میشه به شکلهای دیگه هم رفتا، ولی من دارم این راه ها انتخاب میکنم. حالا من میام چیکار میکنم؟ من میخوام به عینکم حجم بدم که بعد از اون بیام یه انحنا برای عینکم تعریف بکنم. نگاه کنید از این قسمت و این قسمت میتونیم به عینکمون حجم بدیم. خب یه راه دیگه هم مثلا داشت این بود. اینو میبینید از اینم میشه این حجم رو کم و زیاد کرد. خب این از این. حالا ما میایم این عینکمونه دیگه. خب ببینید این عینک ماست. اوکی. خب حالا من میام ببینید باز من به این شکلم بهتون نشون بدم از یه نمای دیگه. میایم از دید بالا، دید تاپ. خب عینکمون رو براش یه انحنا تعریف میکنیم. این پروژکت رو روشن میکنیم. چرا این پروژکت رو من روشن کردم؟ ببینید این در تعریف های این نرم افزار ما اگر مثلا یه خط رو بخوایم در پیرو 3 نقطه ایجاد بکنیم، این در فضا ایجاد میکنه. وقتی اینو بزنیم در صفحه این 3 نقطه رو میکشه بر وزنی یک صفحه ارزم به حضور شما که 2 بعدی نه 3 بعدی. خب ببینید من باز میام با این ابزار. دوستان نگاه بکنید، ببینید اینا همش سلیقه‌ایه. مثلا من میام اینجا از اینجا شروع میکنم. خب این وسط عینک ماست تقریبا. حالا اینا رو ببینید دوستان، همه اینا رو با اندازه دلخواهتون میتونید درست بکنید. ما چون فرضی و جهت یادگیری داریم به این سیستم میریم جلو. ببین الان تمام اینا یکی. یعنی شما میتونید بیاین یه خط از اینجا رسم بکنید تا اینجا مثلا بگین 2 سانتی متر، از اینجام تا اینجام 2 سانتی متر که دقیقاً نقطه هاتون رو یه جا بزنید. خب من الان نگاه کنید اینا اینجا میزنم. ببین اندازه ها رو همه رو در این قسمت ها مینویسه و به میلیمتر هم هست، میتونید واحدش هم عوض بکنید. خب دوستان ما ببینیم چی کار میکنیم. حالا نتیجه کار رو میبینید.
خب دوباره تریم. من الان کل اینا حذف کردم. خب حالا میام چیکار میکنم؟ یکی دیگه اینو ببینید روی زدم آوردمش، ببین یه وای میتونیم بالا پایینش بکنیم هر جا که دوست داریم. خب دوباره میام از ابزار تریم. خب خود اینم خطر، ما دیگه باش کاری نداریم. برمیگردیم ببینیم چیکار کردیم. دوستان نگاه کنید، یه عینکی که ببین این اضافه است، ما با اینم کاری نداریم. ببین این عینک ماست. انحنا رو نگاه بکنید دوستان، این انحنای ماست. حالا ببینید دور برمیگم به دید تاپ، یه چیزی خدمتتون بگم. من الان یه انحنای یک دست در آوردم. شما میتونید مثلا بیاین تا اینجا، مثلا این اگر جلوی فریم باشه بیاین تا اینجا یه دونه اینجوری بدین. این سلیقه است همه اینا. من حالا خیلی از فرما رو این کارو کردم نشونتون میدم. خب گرچه زمان بیشتری میبره، دقت بیشتری میخواد. خب عرضم به حضور شما برگردیم به تیریدی و خدمتتون بگم کار بعدیمون چیه. خب ما با نصف این کاری نداریم. بذارید من کامل اینو، خب دوستان دیدی من میگرفتمش همش روشن میشد. عرضم به حضور شما که منفجرش کردم به قول خودمون. حالا این قسمت نیمه رو هم پاک میکنیم، میایم برای بحث پوسته سازی. قسمت خیلی مهمیه دوستان. ما برای پوسته سازی اول باید بریم یه خط برای این تعریف بکنیم که این ابزار بهترین ابزار برای این کاره. خواهی کنید الان من اینو گرفتم روی این لبه زدم، بعد دقیقا رو همین لبه بزنید. خب و بعدش راست کلیک بکنید. من الان دوباره میام اینجا رو هم، چون اینجا خطی درست نشد میگه کجا رو میخوام، آقا اینو میخوام. خب ببینید الان اینجا یه خط داریم، اینجام یه خط داریم. ببین وقتی روش کلیک میکنیم میگه این صفحه رو میخوای یا این خط رو میخوام. میگم این خط رو میخوام. خب حالا چرا من این خط رو میخوام؟ اولا اینکه یه دونه برای این داخلی درست میکنیم، چون ما میخوایم اینجا پوسته درست بکنیم. حالا میبینید، ببینید اینم من یه راست کلیک، یه خط هم اینجا درست شد. خب ما اینجا دو تا خط جدا از هم داشتیم، بیایم اینا رو اول یکی بکنیم. بله من اینو میخوام. میایم اینجا گروپ رو میزنیم، میتونید جوینش هم بکنید، فرق نداره. خب عرضم به حضور شما که بریم برای بحث پوسته. دوستان نگاه کنید، این ابزارهای پوسته ما بودن. میشه از چیزهای دیگه هم استفاده کنید، ولی من میخوام اینجا از این استفاده بکنم. نگاه بکنید، اینو روش کلیک میکنم، روی این میزنم. خب این تیکه رو نداریم، من اشتباه انتخاب کردم. نگاه کنید دوباره از نو اینو میزنم، میگه کدوم میخوای، اینو میخوای یا اینو میخوای؟ میگم اینی که خب خودم گروپش کرده بودم. شیفت رو نگه میدارم، اینم میزنم، میگه باز کدوم میخوای، میگم آقا اینو میخوام. خب بله بهش میگیم اوکی. من راست کلیک کردم دوباره تا این پوسته فعال بشه. ثبت میکنیم، در حال ساخت پوسته است بر وزنی هزاران نقطه، در حال تعریفه. خب دوستان نگاه کنید، یه پوسته کامل اینجا درست شد. بذارید بهتون نشون بدم. نگاه کنید این الان این پوسته است. خب چی کار میکنیم ما؟ خب این وسط عدسی قرار بگیره دیگه. چی کار باید بکنیم؟ میایم از ابزار اسپلیت استفاده میکنیم، اینو میزنیم روش، روی این صفحه میزنیم، راست کلیک میکنیم، بعد میایم روی این، بله دوباره یه راست کلیک دیگه. نکن اینجا بریده شد، این جدا شد از اون. تمام. خب عرضم به حضور شما که این پشتمون خالیه. هم میتونید دوباره اون راهو برین، هم میتونید برین چیکار کنید، روی این کلیک کنید. اینجا ابزار کپی داریم، کپی یه دونه کپی این بسازید. خب بعد میین چیکار میکنید؟ بعد میاد اینو از اینجا نگه میداریم، میچسبیم به این قسمت. الان دوستان نگاه بکنید، الان کاملا یک عینک کامل شد. خب دوستان از اینجا ما میایم رنگم عوض بکنیم، دید شما بهتر شه. خب آبیش کردم که قشنگتر به نظر بیاد. ببینید دوستان این الان همه جاش پوسته داره. میتونیم دوباره میرور کنیم، ولی قبل از میرور میریم برای ساخت دماغه که از مهمترین قسمت ساخت
دماغه است. خب دوستان نگاه بکنین، چند تا نکته من کارت انجام خودتون متوجه میشین. ببینید من مثلا فرض میگیرم دماغمو میخوام اینجا بزنم. شما میتونید خب اینا دیگه همه رو باید اندازه گیری بکنین با توجه به اندازه‌ای که میخوایم بسازیم. ببینید من الان میگمش چی. اولا اینکه دقیق بعد اونجا کلیک کنین که میخواین. ببین من الان میخوام اینجا، خب نه اشتباه شد. یه بار دیگه من این خط رو میگیرم، اینو بیاریم که از دو خط استفاده بکنیم. صبر کنیم ببینیم. من میام اینو خاموشش کنیم. دوستان نگاه کنید اینه و من اینم غیر فعال کنم. آها ببینید دوستان ما پروژکت رو چون روشن گذاشتیم داره فرض میگیره اینجا صفحه است. ما اینو باید خاموشش بکنیم. خوب شد که این اتفاق افتاد. تو من خدمتتون میگفتم که ببین الان دیگه خطر داره میگیره. ببین نقطه داره راه میره. پروژکت که روشن باشه ببینید نمیگیره. همش فکر میکنه اینجا صفحه دو بعدیه. الان دوباره نکن گرفت سه بعدی شد. خب ببینید من الان میگم این خط و این خط، یه خط اینجا میزنم، یه خط هم مثلا از اینجا به اینجا. خب ببینید اینجا من یه خط دارم، اینجا هم یه خط دارم که دقیقا نگاه کنید اینو به این وصل کرده. اینو حواستون باشه این به این پشت وصل نشه. دقیقا بعد همین روی این صفحه روی این پوسته وصل بشه. ببین اینو میتونید صاف اینجا این سر رو به این سر وصل بکنید. این دیگه اینا همه سلیقه‌ای و بر اساس استدلالایی که دارین. خب یه کار خیلی مهم دیگه هم باید انجام بدیم. من اینها رو ببندم و دوستان این ابزار اول بهتون گفتم ما اینجا با این کار داریم. ببینید اینجا این میاد برامون این یه خط اینجا ایجاد میکنه، میبره این خط رو. بعد ما میتونیم ازش استفاده کنیم. میاد رو اینجا کلیک میکنید، میگه کجا میخواین برشات ایجاد کنیم. میگم آقا رو همین این، میگم این قسمت، یکی اینجا یکی هم دقیقاً اینجا. خب این دوتا رو زدیم. الان یه دونه هم بعد دو تا برش هم بعد این ور ایجاد کنیم. ببین میگمش دقیقاً اینجا، یکی اینجا کلیک چپ، یه دونه اینجا کلیک چپ. خب حالا من کار بعدی هم که باید بکنم اینجا ما برش ایجاد کردیم، فقط بیم حالا براش خط تعریف کنیم. کن یه دونه اینجا من خط درست کردم ایناش. ببین الان من روی این کلیک کنم خطی وجود نداره. برش دادیم ولی خطی وجود نداره. بعد بریم با این اینه راست کلیک. خب ببینید الان یه دونه خط داریم اینجا. اوکی. خب ببین دوستان حالا میریم چیکار میکنیم. اینو میگیریم، اینم میگیریم، اینم میگیریم، اینم میگیریم، گروپش میکنیم. میبینید الان من روی یکیش کلیک کنم همش فعال میشه. خب میریم برای قسمت بعدی که ساخت دماغه است. دوستان نکنید ما الان باید این دماغمون رو بهش، این پوسته رو بهش حجم بدیم. ببینید من از این ابزار استفاده میکنم. خب دوستان نگاه کنید این خیلی مهمه. نگاه کنید این در چه زاویه‌ای باید حجم پیدا کنه. نمیدونه، گیجه، متوجه نمیشه شما میخواین چیکار بکنید. میریم تو دید تاپ و اینجا این دایرکشن رو بزنید. ببینید این من یه نقطه اینجا زدم، میگه به هر سمتی که شما بخواید میشه اینو چیز کرد. من حالا به سمت صاف میارم. ببینید الان برمیگیم به پرسپکتیو. اینجا الان یه دماغه حجم دار داریم. اوکی. خب بذارید من اینم بهتون توضیح بدم. من اینو فعلا نمیخوامش، اینم فعلا نمیخوام. ببینید دوستان راههای زیادی هست. ما الان باید به این شکل بدیم، قشنگش بکنیم، منظمش بکنیم. من این اول از همه دورش میکنم چون ما الان میخوایم بریم سراغ دید رایت. دوستان نگاه بکنین الان ما
بعد از این حجم دادن به دماغه بردیمش کنار. خب ببینید چندین روش داره برای اینکه ما بتونیم به این دماغه شکل بدیم. یکی از آسون ترین راهاش اینه. نگاه کنید من میام الان اینو ازش یه کپی دیگه میگیرم. خب اینو میذارمش اونجا زاپاس. ببینید ما دماغمون یه این صفحه رو داره، یه این صفحه رو داره. جدا جدا باید بهش انحنا بدیم. من بالا رو میدم، اینم خدافظی میکنم باش، اینم خدافظی میکنم. میام تو دید رایت. خب میزنیم و این. خب ببینم چیکار کردیم. خب دوستان نگاه کنید این الان مال قسمت این ور دماغ است. دکمه رو نگه میدارم میچسبونیش به اینجا. این هست. اینو ما الان حالا این یک کارو میاریم اینجا. اینو کاری باش نداریم. اینم باش خدافظی میکنیم. این و این. دوباره دید رایت. یه نقطه اینجا، یه نقطه اینجا حدودی. اونو مثلا میگم میتونید از اینجا علامت بزنید تا مثلا 1 سانتی متری وسط دقیقاً هر دوتا رو به یک نسبت شکل بدین و برش بدین. خب اینم باهاش خدافظی میکنیم. برمیگردیم اینو دوباره نگه میداریم موس رو. ببینید الان این قسمت شکل این اولیه‌اش رو گرفت. خب کار بعدی که باید بکنیم چیه؟ بذارین نشونتون بدم. دوستان دماغه رو میتونیم به رنگ آبی کنیم. خب ببینید این نکته خیلی مهمه. میتونیم همینجوری پوسته گذاریش بکنیم. میتونیم هم بیایم ارزم به حضور شما. خب من این فلش رو فعلا حذفش بکنم. ببینید اینو که بزنید همه این نقطه رو با هم میگیرید. نقطه های ظاهر شده رو میتونیم چیکار بکنیم. یه خورده اینو ببینید، اینو یه خورده من آوردمشون این ور. خوشتون هم نیامد بیشتر این کارو کنم. حالا نه اینا ما ببینید خوابوندم لبه رو به این ور. دوباره حالا این یکی همشو میگیریم. ببینید چیکار کردم. لبه ها رو خوابوندیم. خب دوستان نگاه کنید حالا باید بریم برای قسمت پوسته گذاری دماغه. خب ما دوباره به این خطا نیاز داریم. یکی هم برای این میسازیم. ببینم ساختیم یا نه. بله. برای این چی؟ بله. خب میایم سراغ دوباره ابزار پوسته. این دفعه از این استفاده کنید. برای این شکل این بهتر جواب میده. اینا رو خودتون تست بکنید متوجه میشین کدوم راحت تر و زیباتر در میاد. خب اینو میگیریم. بله ما این کرو رو میخوایم. شیفت کرو راست کلیک. اوکی. خب دوستان میبینید این دماغه ماست. حالا دیگه این اندازهش دست شماست که چه اندازه‌ای دوست دارین. همه جوره دستتون بازه. خب کار بعدی که میکنیم اینه که اینو گروپش میکنیم و میایم تو دید فرانت. دوباره میرور. کلیک چپ. شیفت میگیریم که صاف در بیاد. میایم پرسپکتیو. بله این عینک ما. ببینید یه عینکی که هم انحنا داره. دوباره ضخامت اینجام دست شما بود. من اینجوریش هم بکنم. ببینید ما دماغا رو خیلی بلند درست کردیم. حالا من تو کارهای دیگه بهتون نشون میدم که کارا رو به چه شکلی در آوردیم.
دوستان دستم دوباره به همین شکله. شما مثلا میتونیم بیان ما سریع دستم میکشیم مثلا میتونید دید رایت ببینید من از این قسمت شروع کنم. خب یه دسته مثالیه ببینید دستمون رو میتونیم بیم یه پوستم بهش بدیم. ها اینا ما اینجا نگرفتیم. خب حالا میتونیم هم بیایم بهش یه حجمم بدیم. من اگه روشن بکنم این دفعه سعی کنیم خب دیدمون اینجا سخته. بذاریم به همون روش گروپش میکنیم. خب ببینید هر حجمی که دلتون بخواد میتونین بهش بدین دیگه. این دست خودتونه 2 میل 3 میل 1 سانتی متر کنید. الان من اینو کوچکترش بکنم. خب این اضافه است نمیزنیم بره. ببین دسته باز دسته رو میشه انحنا داد. از دید تاپ مثلا بیاین این دستمونه. اینو ما میایم چیکار میکنیم مثلا اینقدر انحنا بهش میدیم. بعد خب این بعد حتما روشن باشه این ابزار. مثلا میگم مثلا یه همچین کاری ببینید. خب میایم این خط رو مثلا اینقدر دوباره اینو میگیریم و با این قسمت های اضافه خداحافظی میکنیم. با خود این خط هم خداحافظی میکنیم. ببینید این الان دسته ما شد. دوباره به همون روش پوسته گذاری بکنیم. ببینید چه انحنایی درست کردیم. خب دوستان من برم یه سری از عینکایی که ما از قبل آماده کردیم رو خدمت شما نشون بدم. 40 مدل عینک رو من طراحی کردم. خب ببینید این عینکیه که ما الان طراحی کردیم. این کاریه که من کلی وقت گذاشتم روش. خب اینه ببینید این عینکه اینجوشم بکنم قشنگتر ببینید. اینه. ببینید چقدر تمیز تمام قسمت ها. حالا من عکسای این طراحی ها با هدف ساخت عینک‌های چوبی انجام شده. خب میشه عرضم به حضور شما که با ورقهای استات سلولوز هم این عینک‌ها رو درست کرد. چه بسا حتی میشه عرضم به حضور شما که این طراحی ها رو انجام داد و قالب‌های تزریق رو درست کرد و موادهای مختلف مثل حالا پپه ABS و خیلی موادها هست. همه اینها رو در قالب‌ها تزریق کرد و این فریم ها رو از توش در آورد. من شما خود شما اینا رو طراحی بکنید. یه سری مراکز هستن که قالب درست میکنن. اینا رو بهشون بدین دقیقاً قالب رو برای همینا درست میکنن. خب تو شهرک‌های صنعتی زیادن. خیلی زیادن. چیز خاصی نیست. کسایی که قالب درست میکنن. ببینید. خب من میبرم کارهای دیگرم به شما نشون بدم.
خب این یه کار دیگه است. ببینید دوستان این دیگه انحناش ببینید یکی نیست، تا اینجا یه انحناست، دوباره اینجا یه انحنای دیگه است. میبینید اینا که اینجاست همه اضافه است، همه پاک میشن. میبینید؟ خب ببین این شکلی که ما زیر دستمون گذاشتیم. این دوباره بذارید من کار خاص‌تر پیدا کنم. خب این کار این به این شکل یه خورده توی کار زنونم خدمتتون نشون بدم. خب این مثلا یه کار زنونه، این مثلا با هدف آفتابی طراحی شده، شما میتونید با هدف طبی طراحیش بکنید. ببینید چقدر قشنگ. من حالا این کار رو صورت خانم نشونتون میدم. ببینید چقدر زیبا، انحنا از بالا. دیگه ببینم چی اینجا. ببینید این کارم یک دنیا تنوع هست و شما میتونید مدل های مختلفی درست کنید. کار پروانه ای. خب اینم از این. بذارید یه سری دسته بهتون نشون بدم. خب ببینید دوباره دوستان برای همه این عینک‌ها ما دسته‌های مختلف طراحی کردیم. ببینید مثلا این چه در کار قشنگه. یه توضیح هم در مورد این خدمتتون بدم که پرسپکتیو. ببینید دوستان دسته تا اینجا انحنا تقریبا صفر، از اینجا انحنا شروع شده که به سمت گوش نزدیک بشه. اینجا ما توپ توپی در آوردیم. ببینید درست کردن این به چه شکله. نگاه کنید یه دایره بزرگ، یه دایره کوچیک، پوسته سازی. یه دایره بزرگ، یه دایره کوچیک، یه دایره بزرگ، یه دایره کوچیک، پوسته سازی. با روش‌های دیگه هم میشه درست کرد. اینجا مثلا ما اومدیم چیکار کردیم؟ جای لوگوامون رو در آوردیم. اینجا لوگوها قرار میگیره. خب از این دسته دیگه هم خدمتتون نشون بدم. این یه شکل دسته، این دوباره یه شکل دیگه. ببینید چقدر قشنگه این دسته. یه دسته ویفری. ببینید دوستان یه دسته هم داریم، اونم بذارید خدمتتون نشون بدم. کار قشنگی اینه. ببینید دوستان این دنده است. این هم از این. خب با این قسمت هم کاری نداریم. یه نکته میمونه که من بد نیست اینم خدمتتون بگم، قشنگه. ببینید این کار رو نگاه بکنید. ما صورت یه شخصی رو 3D اسکن کردیم. دستگاهی مختلف 3D هست. ببینید شما میتونید خب شما میتونید بیاین صورت اشخاص رو 3D بکنید، کار رو کاستوم برای شخص درست بکنید، اندازه هاشو تغییر بدین. این قابل اجراست. چجوری؟ یا حالا مثلا عینک چوبی یا با پرینترهای 3D. پرینتر 3D هم نسل‌های مختلفی دارن، میشه باهاشون عینک درست کرد، ولی هر عینکی رو نه. بعد یه مقدار عینک
جوندار باشه. عینک های پلیمری مختلفی میشه باش درست کرد. خب اینم از این بحث. ببینید قشنگ میشه اندازه ها رو در آورد، شدنیه. ولی خب اینو بدونید اسکنرهای مختلف هست با کیفیت های مختلف، دقت های مختلف، قیمت های خیلی خیلی مختلف. خب اینم از این قسمت. خب دوستان یه چند نمونه از کارهای طراحی شده رو ببینید. کاتالوگش رو من میخوام بهتون نشون بدم. این دقیقا همون کارهاییه که من طراحیش رو نشونتون دادم. همه این کارها رو صفر تا صد خودمون انجام دادیم. ببینید چه طراحی‌های قشنگی میشه انجام داد. شما هم میتونید. حالا مثلا ما با چوب‌های مختلف این کار انجام میدیم. این اون عینک هست که گفتم رو صورت نشونتون میدم. خب کاتالوگ هم خارجیه چون ما با هدف صادرات این موضوع رو جلو بردیم. خب دیدین که مدل هایی بودن که صورت های آسیایی داشتن و چقدر عینک ها قشنگ رو صورتشون نشسته بود. خب امیدوارم که نهایت استفاده رو برده باشین.